حتی در وصیت‌نامه هم گفتم که نمازم را ایشان بخوانند، نماز میتم را ایشان بخوانند. من ایشان را عادل میدانم، متقی میدانم. ایشان با اینکه خب پسر ما هست، من ایشان را به خودم پدر میدانم. او پدر من بود، هم پسر من بود هم پدر من. همین نماینده ولی که اطاعتش را من به خودم واجب میدانستم. خدا از مردم راضی بشه. ای پسر من پدر پیر تو، پدر پیر و زمین گیر تو.